امیر آفتاب. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب سال 23 قبل از هجرت در خانه خدا کعبه چشم به جهان گشودند. ایشان امام بلافصل بعد از پیامبر خاتم و اولین مردی هستند که به ایشان ایمان آوردند. علی ابن ابی طالب پسر عمو و داماد حضرت محمد بود که در مواقع متعدد رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم علاقه خود را به او در حضور مسلمین ابراز کرده بودند. شیعه و سنی فضایل زیادی برای ایشان برشمردند، از جمله ماجرای لیلة المبیت که مشرکین می‌خواستند شبانه به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله کرده ایشان را به قتل برسانند و امام علی علیه السلام حاضر شدند تا به جای ایشان در بستر بخوابند. بستن عقد اخوت با ایشان توسط نبی اسلام، شرکت در تمامی غزوات کنار پیامبر بجز تبوک که به دستور پیامبر جانشین ایشان در مدینه بودند، رشادت‌های متعدد در جنگ‌های احد، خندق و خیبر، نزول آیاتی از قرآن کریم در شأن و منزلت ایشان، آیات تطهیر و مباهله و نیز آیه 55 مائده و آیات ابتدایی سوره انسان بنا به اتفاق مفسرین. پیامبر اسلام پس از اتمام آخرین حج خود به تمامی همراهان اعلام کرد که این آخرین حجشان است و پس از ایشان علی ابن ابی طالب ولی و مولای مسلمانان خواهد بود. من كنت مولا فهذا علی مولا، من كنت مولا. اما بعد از شهادت ایشان در شورای سقیفه اتفاقات دیگری رقم خورد. خلفای دیگری انتخاب کردند. در این مدت 25 ساله علی ابن ابی طالب از مسائل سیاست و حکومت دوری می کردند و بیشتر به مسائل علمی و اجتماعی می پرداختند. سرنوشت بسیاری از علوم اسلامی مانند نحو عربی، کلام، فقه، تفسیر و جمع‌آوری و نگارش قرآن کریم توسط ایشان رقم خورد. بعد از اینکه امیرالمؤمنین خلافت را به دست گرفتند، دشمنانی پیدا کردند، از جمله طلحه و زبیر که گمان می‌کردند حکومت کوفه و بصره به دست آنها سپرده می‌شود. آنان جنگ جمل را به خونخواهی عثمان راه انداختند و به سختی شکست خوردند. سپس 1 سال بعد جنگ صفین مقابل سپاهیان معاویه ابن ابی سفیان شکل گرفت. گرچه قبل از آغاز جنگ امام علی علیه السلام سعی کردند با نامه‌نگاری مشکل را حل کنند، اما معاویه نپذیرفت. سپاهیان علی ابن ابی طالب در آستانه پیروزی در جنگ بودند که با حیله عمرو و عاص قرآنها بر سر نیزه شد و عده زیادی از لشکریان امیرالمؤمنین فریب خورده خواستار حکمیت شدند. آنان حتی برای حکمیت نیز پیشنهاد مولایشان را نپذیرفتند و فرد ساده لوحی به نام ابو موسی اشعری را فرستادند. عمرو و عاص نماینده معاویه او را فریب داد و حکمیت به نفع معاویه پایان یافت. همانها که امام را مجبور به پذیرفتن حکمیت کردند، بعد از مشاهده آثار سوء آن امام را مورد انتقاد قرار دادند. این گروه که بعدها به خوارج معروف شدند با امیرالمؤمنین به جنگ برخاستند و شکست خوردند. سرانجام در 19 رمضان سال 40 هجری قمری امیرالمؤمنان در مسجد کوفه در هنگام سجده به ضرب شمشیر یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی به شهادت رسیدند. در کتاب انسان 250 ساله می‌خوانیم: وجود امیرالمؤمنین از جهات متعدد و در شرایط گوناگون برای همه نسل‌های بشر یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است، چه در عمل فردی و شخصی خود، چه در محراب عبادتش، چه در زهدش و چه در مبارزه با نفس و شیطان و انگیزه‌های نفسانی و مادی. این جمله از امیرالمؤمنین در فضای آفرینش و فضای زندگی انسان همچنان پرطنین است: یا دنیا غری غیری، ای جلوه های دنیا، ای زیبایی های پرجاذبه، ای هوس هایی که قوی ترین انسان ها را به دام خود می کشید، کس دیگری غیر علی را فریب بدهید. بنابراین یکایک انسان‌های بیدار در لحظه لحظه زندگی ایشان
درس‌های فراموش نشدنی پیدا می‌کنند. خلعت شاهان پوشید قدیر آمده است، عشق محمد علی ای همه اهل نظر، عشق محمد